امروز آخرین باریه که تو سال 1402 میرم سر پروژه. طبق معمول یه تاکسی سوار شدم تا برم مترو شهر ری. ایستگاه امام خمینی پیاده شدم و به سمت فرنگسرا رفتم تا برم علم و صنعت و تجهیزاتم رو تحویل بگیرم. دوباره برگشتم مترو تا برم سمت فرودگاه و مجمع آموزشی گمرک. خب دیگه اینجا رسیدم و امروز بعد یه تیزر برای عید میزدم که حدود 1 ساعت زمان برد و اینم شد نتیجهش. بعد اونم کلی عکس زیبا ثبت کردم و چند تا ویدیو گرفتم. این کلاس برای پرورش سخنرانه و از ساعت 9 صبح تا 6 بعد از ظهر ادامه داره. کم کم داشت کارم تمام میشد که بعد دوباره میرفتم سمت مترو تا تجهیزات رو تحویل بدم و بعد برم خونه. در آخر از خودم تشکر میکنم که تو سال 1402 با وجود تمام سختی‌ها و تمام چالشایی که داشتم ادامه دادم و به استمرار و تلاش خودم